سلام دوستای خوبم، من سینا هستم. اینجا پادکست سرزمینه و شما به سومین قسمت پادکست سرزمین گوش میدید. توی چند دقیقه آینده میخوام ادامه داستان زندگیم رو تعریف کنم و از شما دعوت میکنم که شنونده سومین قسمت پادکست سرزمین باشید. عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سپر باید کرد، از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد، به حساب دل از این راه خبر باید داشت و جهان را هم از این راز خبر باید کرد، تیغه درد اگر از رگ و جان داشت گذر، عاقبت از لبه تیغ گذر باید. خب توی قسمت 2 به اینجا رسیدم که خونه رو تحویل گرفتم و از اینجا ادامه ماجرا رو میخوام تعریف کنم. وقتی خونه رو تحویل گرفتم برگشتم شیراز و با ساینا و ماشینمون با هم برگشتیم تهران تا خونه جدیدمون رو با وسایلمون پر کنیم. ما خیلی وسیله نداشتیم اما خونمون خیلی پر شد چون واقعا کوچیک بود. اینم بگم درسته که خونه کوچیک بود اما توی محله خیلی خوبی زندگی میکردیم، توی سعادت آباد تهران. محله خیلی آرومی بود و من واقعا اونجا رو دوست داشتم. بعد از حدود 7 یا 8 ماه از زندگی توی اون خونه ما متوجه شدیم که اون مؤسسه‌ای که قرار است کارهای مهاجرت ساینا به چین رو انجام بده موفق نشد این کار رو انجام بده و برنامه من این شده بود که از طریق فرصت مطالعاتی که توی دانشگاه تهران داشتم از ایران بریم. اینو یادم رفته بود بگم که من حقوقی که توی خدمت سربازی میگرفتم رو به نیت این که بتونم یه سفر خارج از کشور برم جمع کردم و یعنی در واقع اصلا به اون پول دست نزدم و توی اون 16-17 ماهی که خدمت کردم حتی 1 قرون از اون پول رو خرج نکردم و تقریبا 3-4 میلیون پول جمع شده بود. ما با اون پول وقتی که رفتیم تهران همون اوایل یه تور ارزون کوچ‌آسیای ترکیه پیدا کردیم و 6 روز رفتیم اونجا و خیلی بهمون خوش گذشت. جدا از این که اون سفر خیلی خوش گذشت، من احساس کردم خیلی چیزای دیگه تو دنیا وجود داره که من هنوز ندیدم و من دیگه دوست ندارم توی ایران زندگی و باید هر جور شده یه کاری بکنم که بتونم از ایران برم. حتی خود ترکیه هم برای من یه جای رویایی محسوب میشد، برای منی که تا اون روز از ایران خارج نشده بودم. وقتی که برگشتیم ایران توی یه روز معمولی که سوار اتوبوس بودم میشنیدم 2 تا دانشجو دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون میگه من پارسال 6 ماه رفتم اتریش، امسالم دارم میرم آلمان. اون یکی هم میگفت که آره منم برنامه‌م اینه که امسال برم ایتالیا. همینجور که اینا داشتن با خودشون صحبت میکردن من توی دلم داشتم میگفتم که اینا چجوری اینقدر راحت در مورد این کشور صحبت میکنن، در صورتی که من هیچ ایده‌ای در مورد اینا ندارم. بعد توی دپارتمان خودمونم میدیدم که خیلی‌ها دارن مهاجرت میکنن به صورت تحصیلی بدون اینکه حتی مقاله خاصی داشته باشن. این شد که منم اعتماد به نفس گرفتم و گفتم چرا من اپلای نکنم. البته اوایلش خیلی میترسیدم چون نه زبان بلد بودم و نه تجربه خاصی داشتم و نه حتی دوستی داشتم که خارج زندگی کرده باشه که برای من تعریف کنه و اوضاع رو یه کمی تلطیف کنه که من حس کنم نه واقعا اونقدر هم ترسناک نیست رفتم به خارج از کشور. مسیر خارج رفتم برای من خیلی گنگ بود و اصلا نمیدونستم که باید از کجا شروع کنم، چه کارهایی باید انجام بدم و حتی وقتی رسیدم اونجا باید چیکار کنم. همش برام مبهم بود. اما یه چیزو خیلی خوب میدونستم که اولین قدم زبان خوندنه و داشتن یه مدرک زبان آیلتس یا تافل. همزمان که داشتم زبان میخوندم شروع کردم به نوشتن مقاله که توی یه ژورنال خیلی خوب چاپ کنم تا رزومم رو قوی کنم، چون آخرین مقاله‌ای که چاپ کرده بودم برای 2 سال قبلش بود و حس می‌کردم که یه گپ بزرگ بود. باید یه مقاله چاپ می‌کردم تا نشون بدم من توی این سالها در حال تحقیق بودم. البته این چیزی بود که شنیده بودم و نمیدونستم که چقدر درسته یا نه، اما چون به نظرم منطقی میومد این کار رو انجام دادم. البته اون موقع به این فکر میکردم که این بخشی از پروژه دکترای منم خواهد بود. اما حدود 1 سال که از زندگی ما توی تهران گذشت من متوجه شدم که دیگه تمایلی به ادامه تحصیل در ایران ندارم و اگه از دانشگاه انصراف نمیدم فقط به خاطر اینه که میخوام توی خوابگاه بمونم تا اجاره خونه پرداخت نکنم. زندگی کردن توی خوابگاه برای ما خیلی ارزون تموم میشد، تقریبا حدود ماهی 150,000 تومان که در مقایسه با اجاره خونه توی شهر تهران که حداقل 1 میلیون تا 1,500,000 تومان برای یه خونه مشابه بود واقعا رقم ناچیزی بود. واقعا به تنها چیزی که اون موقع فکر می‌کردم این بود که من الان باید از این موقعیتی که برام فراهم شده استفاده کنم تا بتونم خودم رو آماده کنم برای مهاجرت. توی این فاصله
ساینا کلاس زبان میرفت تا زبانش رو تقویت کنه و برای آزمون زبان آماده بشه. منم 2 ترم کلاس زبان رفتم، اما به 2 دلیل کلاس زبان رو ادامه ندادم و ترجیح دادم خودم زبان بخونم. یکی این که حس می‌کردم کلاس‌های زبان میخوام پروسه زبان خوندن خیلی طولانی بشه تا پول زیادی بگیرن از دانشجو. و دوم این که پرداخت هزینه کلاس زبان برای ما سخت بود، مخصوصا اگه می‌خواستیم 2 تامون کلاس زبان بریم. من به صورت خودخوان زبان می‌خوندم، ساینا کلاس میرفت. تو این فاصله هم 2 تامون اپلای می‌کردیم. کلی جای مختلف اپلای کردیم، کشورهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف و حدوداً بعد از 4-5 ماه اولین نتیجه مثبت اومد. یه پذیرش فولفان از پالیش اکادمی آف ساینس و این دانشگاه توی شهر ورشوی لهستان هم هست. درست اون شبی که نتیجه پذیرش من اومد، مهمون داشتیم و البته با اون مهمونامون اونقدر هنوز آشنایی نداشتیم. اسم یکی از مهمونامون بهزاد بود که چند ماه قبلش با خانومش رفته بودن لهستان برای فرصت مطالعاتی و 6 ماه اونجا زندگی کرده بودن. ما همون شب وقتی که فهمیدیم بهزاد اینا هم رفتن لهستان، موضوع رو بهشون گفتیم. بهزاد به من میگفت که خیلی مبارک باشه، اما لهستان اون کشور اروپایی جهان اول نیست و فکر نکن که کشور خیلی خوبیه. تو میتونی کشورهای بهتری هم بری. من خیلی به این حرف اعتنا نمی‌کردم، چون میگفتم معلوم نیست دیگه بتونم از جای پذیرش بگیرم. در نتیجه همینو میرم و رفتم سفارت وقت گرفتم. یه مدت قبل از اینکه برم سفارت، یه سفر رفتیم کرمان و خانواده رو دیدیم. توی اون سفر یه روز که داشتم با سعید برادرم صحبت می‌کردم، بهم گفت که من یه دوست دارم به اسم محمد جواد که الان کاناداست و توی کانادا اینقدر داره پول در میاره که پول میفرسته واسه خانواده‌اش توی کرمان که واسهش خونه بسازن. تو چرا می‌خوای بری لهستان؟ چرا نمیری کانادا؟ وقتی که داشت اینو واسم تعریف می‌کرد، اگه درجه اهمیت لهستان توی ذهن من قبلا 100 از 100 بود، الان یه دفعه رسیده بود به 40 از 100 و واقعا دیگه احساس خوبی به لهستان رفتن نداشتم. اینو هم اضافه کنم که درست پوزیشنی که از لهستان گرفته بودم فول فاند بود، اما فاندش برای زندگی 2 نفر اونقدر کافی نبود و قرار بود زندگی سختی توی لهستان داشته باشیم. مضاف بر این که میدونستیم بر اساس تحقیقات که کار پیدا کردن برای ساینا توی لهستان هم کار راحتی نیست، چون باید زبون خودشون رو بلد باشه. و این شد که ما تصمیم گرفتیم لهستان رو بیخیال بشیم. البته نه به این راحتی. تصمیم گرفتم که به استاد اون پوزیشن بگم که حقوق منو زیاد کنه و اگه حقوق منو زیاد کرد میریم لهستان. اما اون استاد بهم گفت که این واقعا بیشترین حقوقی است که من میتونم پرداخت کنم و بیشتر از اون در توان من نیست. واقعا آدم خیلی خوبی بود. بهم گفت منم زمانی که فرصت مطالعاتی رفته بودم ژاپن متأهل بودم و هزینه‌های زندگی برام خیلی زیاد بود. اما من اینجا بهت کمک میکنم و راهنماییت میکنم که چطوری هزینه‌های زندگی تو تنظیم کنی. اما من دیگه گوشم به این حرفا بدهکار نبود، چون دیگه لهستان اونقدر توی ذهن من کشور بالایی نبود و موقعیت با ارزشی برام محسوب نمیشد و بهش گفتم که اگه حقوقم زیاد نشه من نمیتونم تمام تمرکزم رو بذارم روی پروژه‌ای که قراره انجام بدم. و اونم به من گفت که خب اینطور که مشخصه تو علاقه نداری که بیای و من دیگه بهش جواب ندادم. حدود 2 هفته بعد وقتی که یه کمی از التهاب حرفای سعید و بقیه دوستان خارج شده بودم، احساس پشیمونی خیلی زیادی می‌کردم و میگفتم ای کاش اون موقعیت رو از دست نمیدادم. و اولین کاری که کردم ایمیل زدم به همون استاد و بهش گفتم که من از یه راهی تونستم با خانواده‌ام صحبت کنم که اونا هم یه بخشی از هزینه‌ها رو به من پرداخت کنن تا من بتونم لهستان زندگی کنم و اونا هم موافقت کردن. بهم گفت که من نمیتونم با دانشجویی کار کنم که یه بار آفر منو ریجکت کرده و حدوداً 1 هفته بعد از اون دیدم دوباره اون پوزیشن رو آگهی کرده که یه دانشجوی جدید بگیره و این یعنی کاملا قید منو زده بود و من دیگه هیچ شانسی اونجا نداشتم. خیلی بخوام راحت صحبت کنم، در واقع من ریدم توی اون موقعیت و گند زدم توی اولین پذیرشم از یه دانشگاه خارج از کشور. نمیدونم الان رتبه اون دانشگاه چنده، ولی اون زمان که من پذیرش گرفتم از اون دانشگاه رتبه 98 رو داشت، در حالی که همون موقع دانشگاه تهران رتبهش بین 450 تا 500 بود. واقعا زمین تا آسمون فرق می‌کردن دو تا دانشگاه با هم. یکی از دلایلی که منو پشیمون کرده بود از کاری که کردم این بود که اون دانشگاه بدون مدرک زبان به من پذیرش داده بود و در واقع همون سطح زبانی رو که توی مصاحبه از من دیده بودن براشون قابل قبول بود و دیگه از من مدرک زبان نخواستن. حالا اگه می‌خواستم برم به دانشگاه دیگه اپلای کنم، معلوم نبود که آیا دوباره چنین موقعیتی پیش بیاد یا نه. به هر حال دیگه کار از کار گذشته بود و نمیشد کاری انجام داد. بعد یه مدت توی اپلای کردن‌ها با یه استاد توی هنگ کنگ آشنا شدم و اونم بهم گفت که شرایطت برای کار کردن با من خوبه و به نظرم اپلای کن تا زودتر بتونی بیای. وقتی رفتم توی سایت دانشگاه نگاه کردم، دیدم آیلتس با نمره 6.5 میخوان و من اصلا مدرک آیلتس نداشتم.
با یکی از دوستام که توی هنگ کنگ درس میخون صحبت کردم و اون بهم گفت که سینا به نظرم یک ماه بشین سفت و سخت بخون برای آیلتس. البته اون اصطلاح اسبی خوندن رو استفاده میکرد، میگفت مثل اسب بخون. البته شاید هم توی دلش میخواست بگه بشین مثل خر بخون، ولی چون یکم رو درواسی داشت گفت مثل اسب بخون. به هر حال من شروع کردم خوندن، اما احساس نمی‌کردم که آمادگی لازم رو برای امتحان دارم، چون اون زمانم امتحان آیلتس گرون شده بود و هولوش 3 میلیون تومان بود و برای من اینطور نبود که بگم یا شانس و یا اقبال، حالا میریم یه امتحان میدیم ببینیم چی میشه. اینقدر دست کردم تا ددلاین اون دانشگاه گذشت و اون شانس رو هم از دست دادم. یه مدت بعد استاد بهم گفت که توی پرونده‌ها که بررسی می‌کردم پرونده تو رو ندیدم، چرا اپلای نکردی؟ و من بهش گفتم که چون مدرک زبان نداشتم. اونم بهم گفت که خب چرا اینو بهم نگفتی؟ من میتونستم این رو به دانشگاه بگم و واسط فرصت بگیرم، اما من فکر میکردم اگه مدرک زبان نداشته باشم دیگه هیچ جای صحبت کردن وجود نداره و به خاطر همین اپلای نکردم. اما من فکر میکردم اگه مدرک زبان نداشته باشم دیگه هیچ جای صحبت کردن وجود نداره و به خاطر همین اپلای نکردم و به همین سادگی دومین موقعیت خوب زندگی من از دست رفت. اما اینجا به این نتیجه رسیدم که مهمترین کاری که الان میتونم انجام بدم گرفتن یه مدرک زبانه، چون هر جا که برم جلو تهش این مشکل زبان رو پیدا میکنم. این شد که برای خودم و ساینا یه ددلاین گذاشتم که مثلا 2 ماه آینده توی بهمن باید امتحان آیلتس بدیم و ثبت نام هم کردیم که این 2 ماه رو به قول اون دوستم اسبی بشینیم بخونیم و نمره مورد نظرمون رو بگیریم. واقعا دوتامون مثل از زبان میخوندیم و وقتی که رفتیم امتحان دادیم تقریبا جفتمون راضی بودیم از امتحان. 21 روز بعد از امتحانم نتیجه آزمون اومد. اول مال ساینا رو چک کردیم و دیدیم که نمره 6.5 گرفته و توی هر قسمت هم حداقل 6 رو گرفته و این واسه اپلای کردن برای 90% دانشگاه‌های دنیا تقریبا کافی بود. اما قسمت بعد از اونجایی شروع شد که نتیجه منو نگاه کردیم. من 3 تا 6 داشتم و یه دونه 6.5 که مجموعاً نمره من رو میکرد 6 و این تقریبا برای 90% دانشگاه دنیا کم بود. واقعا دیگه احساس یأس و ناامیدی می‌کردم، احساس خنگ بودن و اینکه من اصلا قرار نیست توی زندگی به جایی برسم، چون اگه قرار بود برسم این امتحان زبان رو حداقل میتونستم یه نمره خوب بگیرم. با خودم برنامه‌ریزی کرده بودم که یه بار دیگه من امتحان زبان میدم و اون هم 1 ماه بعد بود، اواخر اسفند ماه. 1 هفته اول بعد از اون نمره اول وقتی که داشتم زبان می‌خوندم همش احساس ناامیدی داشتم و فکر می‌کردم که شاید باید یه کار دیگه توی زندگی انجام بدم و این کاری نیست که من بتونم انجام بدم و از پسش بر بیام، چون من همیشه این احساس رو داشتم که من توی زبان خوندن خیلی بی‌استعدادم. اما رفته رفته این حس ازم دور شد و تونستم یکم با آرامش بیشتری زبان بخونم. اینا همه با این شرایط است که من تقریبا دیگه دانشگاه نمیرم و درآمدی هم ندارم به جز همون ماه 700,000 تومانی که از دانشگاه میگیرم. 700,000 تومان اون موقع فکر می‌کنم معادل 70 یا 80 دلار بود. خلاصه جدیتم روز به روز بیشتر میشد و داشتم زبان میخوندم و تمام برنامه‌م این بود که توی اسفند ماه دوباره امتحان آیلتس بدم تا اون نمره‌ای که میخوام رو بگیرم. اینجا رو دیگه احتمالاً همه یادشون هست که اوایل اسفند ماه بود که توی ایران گفتن یه ویروس اومده به اسم کرونا و باید 1 ماه همه جا تعطیل بشه تا این ویروس ریشه‌کن بشه. و از اواسط اسفند ماه بود که تقریباً همه جا تعطیل شد و دیگه هیچ آزمونی برگزار نمیشد. توی همین ایام بود که من یه ایمیل خیلی عجیبم گرفتم. ایمیل نگفته بود از کجاست و اصلا از کجا منو پیدا کردن، اما متنش این بود که آزمون شما به خاطر کووید عقب افتاده، زمان بعدی رو متعاقباً به شما اعلام میکنیم. چون ایمیلی بود که مختص من نبود و در واقع اسم من توش ذکر نشده بود، من اون رو اصلا جدی نگرفتم و گفتم که خب لابد شاید اشتباه فرستادن دیگه، بهش توجه نکردم و همچنان داشتم زبان میخوندم تا وقتی که دوباره مراکز امتحان زبان باز بشن من بتونم آزمون آیلتس رو شرکت کنم. توی اردیبهشت ماه همون سالی که از دوستای من به اسم رضا که توی شرکت آیتی کار میکرد بهم گفت که سینا علاقه داری که بیای تو شرکت ما کار کنی؟ من بهش گفتم رضا کار شرکتتون چیه؟ و اون واسم توضیح داد که ما در واقع با دیتابیس کار میکنیم و توضیحات تخصصی مربوط به اون که من بهش گفتم من برنامه‌نویسی بلدم اما دیتابیس تا حالا کار نکردم اما میتونم یاد بگیرم. و رضا به من گفت که سینا منم اولش مثل تو بودم اما اومدم اینجا یاد گرفتم و الان دارم اینجا کار میکنم، اگه دوست داری میتونم معرفیت کنم. منم از خدا خواستم و گفتم آره بابا دمت گرم حتما. رضا منو معرفی کرد و من رفتم اونجا سر کار. همون اولی هم که اونجا رفتم سر کار مراکز آزمون باز شد و من امتحان آیلتسم دادم و یه نتیجه رویایی برای خودم گرفتم. نمره 7 آیلتس با حداقل نمره‌های 6.5 که تقریبا 100% دانشگاه‌های دنیا رو میتونستم با این نمره زبان اپلای کنم. توی این فاصله برای اساتید توی دانشگاه‌های مختلف دنیا هم ایمیل میفرستادم تا بتونم یه پوزیشن تحصیلی پیدا کنم.
چون این رو خوب میدونستم که من نهایتا میخوام از ایران برم و اگه الان دارم سر کار میرم فقط به خاطر این است که فعلا یه درآمد داشته باشم. درست تو همون بازی زمانی که امتحان آیلتس دادم با یه استاد توی نیوزلند و دانشگاه اوتاگو در ارتباط بودم که قرار بود روی پروژه کار کنی و اون استاد به من گفت که تو نیاز داری حتما مدرک زبان داشته باشی و من بهش گفتم که من امتحان زبان دادم ولی فقط منتظر نتیجه‌ام. بهم گفت که اگر که امتحان زبانت رو بدی و نمره قابل قبول بگیری قطعا میتونی بیای اینجا و من خیلی مایلم که باهات کار کنم، چون برای اون پروژه من یه پروپوزالم نوشتم که مورد تایید اون استاد بود. پروژه خیلی جذابی بود و ما قرار بود بریم دستگاه لرزه‌نگار بذاریم روی یخ‌های قطب جنوب تا بتونیم بافت یخ‌ها رو مطالعه کنیم و برای من این پروژه خیلی پروژه جذابی بود. وقتی که بهش گفتم که نمره زبان مورد نظر رو گرفتم خیلی خوشحال شد و بهم گفت که به زودی آفر رو واسط میفرستیم که بری سفارت. همین کارو هم کردن. آفر رو واسه من فرستادن، اما به خاطر کووید سفارت نیوزلند تعطیل بود. اولش قرار بود که توی اکتبر برم نیوزلند، اما همچنان مرزها بسته بود و استادم بهم گفت که یکم صبر کن و بعدن که مرز باز شد برو سفارت ویزا بگیر و بیا. توی این فاصله من گفتم شاید سفارت نیوزلند اصلا باز نشه و من نمیتونم فقط منتظر این دانشگاه باشم. در نتیجه شروع کردم اپلای کردن. تقریبا همه جای دنیا رو اپلای می‌کردم. اینقدر اپلای می‌کردم که تبدیل شده بود به یه بخش خیلی مهمی از زندگی من و اینقدر در مورد کشورهای مختلف دنیا می‌خوندم که یکی از کارهای جذاب مورد علاقه‌ام شده بود. اطلاعات جمع کردن در مورد دانشگاه‌های مختلف دنیا و همینجور که اطلاعات جمع می‌کردم اپلای می‌کردم واسهشون. کمتر کشوری توی دنیا وجود داره که من واسه دانشگاه اون اپلای نکرده باشم. مثلا با یه استاد توی دانشگاه جوهانسبورگ آفریقای جنوبی صحبت کردم و اون بهم پذیرش داد. یه استاد توی دانشگاه ریو توی برزیل هم بهم پذیرش داد. یه استادم توی چین. البته دانشگاه پکن که وقتی بعدم با یه دوست چینی صحبت می‌کردم بهم گفت که تو چطور تونستی از دانشگاه پکن پذیرش بگیری؟ دانشگاه پکن خیلی دانشگاه سطح بالاییه و برای خود چینی‌ها آرزوئه که بتونن توی دانشگاه پکن درس بخونن و تقریبا همون موقعا بود که نتیجه پذیرشم از دانشگاه جیجیانگ چین اومد. این دانشگاه همون موقع رنک حدود 50 جهان رو داشت. دوره کووید دوره خیلی سختی بود، اما یه بخش خوبش برای من این بود که خیلی از دانشگاه‌های آمریکا آزمون جیاری که مورد نیاز بخش پذیرش دانشگاه هست رو اختیاری کرده بودن. خیلی‌هاشون هم که گفته بودن اصلا دیگه بررسی نمی‌کنیم نتایج آزمون جیاری رو. و این یه در جدید برای من باز کرد که حالا میتونم کلی دانشگاه خیلی خوب توی آمریکا اپلای کنم و این یه شانس خیلی بزرگی برای من. این شد که تقریبا 30 تا دانشگاه مختلف توی آمریکا اپلای کردم. نهایتاً از 6 تا از اونها پذیرش فول فاند گرفتم. توی کانادا هم 2 تا دانشگاه اپلای کردم، یکی دانشگاه منیتوبا، یکی دانشگاه وسترن که از دانشگاه منیتوبا پذیرش گرفتم. اما میخوام الان برگردم قضیه اون ایمیل مشکوک رو واسهتون تعریف کنم که چی بود اون ایمیل. حدود 1 ماه بعد از آزمون آیلتس هم یه ایمیل گرفتم مجدد که آزمون شما فلان تاریخ برگزار میشه و این هم منابع امتحانی. من بازم اون آزمون رو جدی نگرفتم، اما یه نگاه انداختم به منابع آزمونی که بود. حدود 1-2 روز براش درس خوندم و رفتم امتحان بدم. حتی اصلا نمیدونستم که آیا من واقعا باید برم اونجا یا ایمیل اشتباهیه، اما رفتم. محل امتحان توی سازمان انرژی اتمی توی امیرآباد تهران بود. آزمونی که برگزار میشد خیلی جالب بود و اولین باری بود که همچین آزمونی توی ایران دیده بودم. اونم این شکلی بود که جدای از بخش فنی که مربوط به مباحث تکنیکال هسته‌ای هست، یه بخش هم داشت که سخنرانی دکتر صالحی توی سازمان انرژی اتمی رو پخش کردن و گفتن که هر چیزی که شنیدید رو بنویسید. و چون سخنرانی به انگلیسی بود برای من خیلی کار سختی نبود نوشتنش، چون برای امتحان آیلتس خیلی این کارو انجام داده بودم و سعی می‌کردم که چیزایی که میشنوم رو بنویسم. البته نه اینکه بتونم تمام کلمات رو یک به یک بنویسم، اما خیلیاشو متوجه می‌شدم و اونا رو نوشتم. حتی قسمت تکنیکال هم به زبان انگلیسی بود. توی اون آزمون حتی قسمت تکنیکال هم به زبان انگلیسی بود و باید جواب‌ها رو به صورت انگلیسی می‌نوشتیم. و چون من خیلی برای امتحان آیلتس تمرین کرده بودم و البته نمره 7.5 توی بخش رایتینگ آیلتس داشتم، این بخشم برای من خیلی سخت نبود. حدود 1 ماه بعد از آزمون بهم ایمیل دادن که خب شما آزمون رو گذروندی، حالا باید به مسابقه فنی. همچنان اونقدر برام جدی نبود. اصلا باورم نمیشد. چون با خودم میگفتم که خب اینا اگه منو قبول کردن قطعا خیلی دیگه هم قبول شدن و حالا که بریم توی مسابقه همه رو رد میکنن و نهایتا 1-2 نفر رو نگه میدارن و احتمال خیلی زیاد منم جزو اون 1-2 نفر نیستم. رفتم مسابقه فنی رو دادم، اونم قبول شدم. تقریبا 1-2 هفته بعد بهم گفتن که یه مسابقه با کارکنان بخش پادمان هسته‌ای خواهید داشت که اون مصاحبه رو هم رفتم و ظاهرا دوستانی که اونجا کار میکردن منو پذیرفته بودن قبلا و همه چیز تقریبا تموم شده بود و من برای استخدام توی سازمان انرژی اتمی پذیرفته شده بودم. البته که
برای استخدام توی سازمان دولتی فقط اینا کافی نیست و باید امتحان. البته که برای استخدام توی سازمان دولتی فقط اینا کافی نیست و باید امتحان یا همون مصاحبه عقیدتی هم میدادن. برای اینکه 2 تا مصاحبه داشتم، یکی عقیدتی و یکی سیاسی. برای امتحان عقیدتی یا همون مصاحبه عقیدتی تقریبا مشکل خاصی نداشتم، چون سالا قبل به خاطر اینکه دوست داشتم برم توی ارتش یک بار یه رساله رو تقریبا حفظ کرده بودم و مسائل مربوط به دین رو نسبتا خوب میدونستم. اون مصاحبه تقریبا مصاحبه ساده‌ای بود برام، اما مصاحبه سیاسی یک کمی برام سخت بود، چون دروغ گفتن در رابطه با مسائل سیاسی برام یکم سخته و من مثل خیلی دیگه از ایرانی‌ها در مورد سیاست نظراتی دارم که با نظرات مورد تایید سازمان‌ها در ایران همخونی نداره. اینو هم بگم که توی مصاحبه سیاسی بهشون گفتم که من اگه بخوام یه روز واسه یه فرصت مطالعاتی از ایران خارج بشم، آیا این اجازه رو خواهم داشت یا نه؟ و اونا هم گفتن که آره ما با این موضوع مشکلی نداریم و خیلی از اعضای سازمان سفرهای خارج از کشور میرن، چه به صورت شخصی چه به عنوان مأموریت. اینجا دیگه تقریبا خیالم راحت شد که بهترین جای دنیا قرار استخدام بشم، چون که هم قراره یه حقوق خوب بگیرم و هم هر زمان که خواستم میتونم از ایران خارج بشم. بعد از امتحان سیاسی تقریبا 4 5 یا 6 ماه خبری از سازمان انرژی اتمی نبود. تو این فاصله من از شرکت اولی اومده بودم بیرون و دنبال کار میگشتم و نهایتاً تو شرکت جدید به عنوان دانشمند داده استخدام شدم و اونجا کار میکردم. یکی از روزایی که داشتم کار میکردم تقریبا بعد از 1 ماه یا 1.5 ماه یه همکار جدید توی شرکت استخدام شد. اون زمانا تقریبا زمانایی بود که نتایج دانشگاه‌های آمریکا و کانادا داشت میومد و من یه لحظه رفتم توی سایت که چک کنم ببینم آیا امروز دانشگاه میشیگان تک نتیجهش اومده یا نه. اون دوست جدیدی که تازه استخدام شده بود همون لحظه داشت از بالای سر من رد میشد. وقتی که دید من توی سایت دانشگاه میشیگان تک هستم بهم گفت که قضیه چیه که رفتی توی سایت دانشگاه میشیگان تک؟ گفتم همین الان توی سایت نگاه کردم و دیدم پذیرش گرفتم از دانشگاه میشیگان تک، اما پذیرشی که گرفتم فول فاند نیست. به خاطر همین خیلی خوشحال نیستم. واقعا دنیا جای خیلی کوچیکیه. چون همکار جدید بهم گفت که اتفاقا منم پارسال از دانشگاه میشیگان تک فارغ التحصیل شدم و به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی مجبور شدم برگردم ایران. دانشگاه خیلی خوبیه و من مطمئنم که میتونی ازشون فاند بگیری. فقط کافیه بری با یه استاد صحبت کنی و بگی من الان پذیرشم آماده است، فقط نیاز به یه فاند دارم. منم همین کارو کردم و شروع کردم به ایمیل زدن به هر چی استاد توی اون دانشگاه بود و کارش به من میخورد. و میون اونها یه استاد ایرانی بود که اون بهم گفت که من فاند ندارم بهت بدم، اما به نظرم برو توی بخشای دیگه مثل ریاضی اونجا اپلای کن، شاید بتونی اونجا کسی رو پیدا کنی. واقعا راهنمایی‌های اون دوستم خیلی خوب بود، چون اگه حرف اون نبود من هرگز به استادای اون دانشگاه ایمیل نمی‌زدم. یه مدت بعد همون استاد ایرانی بهم ایمیل زد، گفت که من رزومتو چک کردم و دیدم با فلان استاد کار کردی که قبلا دوست من بوده. با اون استاد صحبت کردم و اون ازت خیلی تعریف کرده و من میخوام هر جور که شده تو بیای اینجا و با من کار کنی. آیا مایل هستی؟ و من گفتم که مایل چی، از خدامه. و این شد که من پلن اصلی مهاجرتم شد دانشگاه میشیگان تک و شهر هاتن. عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سپر باید کرد. از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد. به حساب دل از این راه خبر باید داشت و جهان را هم از این راز خبر باید کرد. تیغه درد اگر از رگ و جان داشت گذر، عاقبت از لبه تیغ گذر باید کرد. اینم بگم تا یادم نرفته، بین زمانی که از شرکت اولی اومده بودم بیرون تا توی شرکت دومی استخدام بشم، برای اینکه یک کم بتونیم هزینه‌های زندگی رو کاور کنیم، مجبور شدیم یکی از سکه‌هایی که روز ازدواجمون کادو گرفتیم رو بفروشیم، چون طلا فروشا خیلی ارزون می‌خریدن سکه رو. من تصمیم گرفتم که اون سکه رو توی سایت دیوار آگهی کنم. البته سکه که نبود، رب سکه بود. من اون سکه رو آگهی کردم و یه بنده خدایی اومد اون سکه رو خرید. نوع خریدش این شکلی بود که بهم گفت که سکه چنده؟ من بهش گفتم مثلا 1.500. بعد اون 300,000 تومان از یه کارت برام ریخت و بهم گفت که من دیگه پول ندارم، سکه رو 300,000 تومان بهم نمیدی؟ گفتم خب معلومه که نمیدم. گفت خب پس هیچ دیگه پولمو پس بده. من بهش گفتم که خب من الان نمیتونم بهت پس بدم، فردا میریزم به کارت، چون سقف کارت به کارت امروزم تموم شده. اونم قبول کرد و رفت. البته شب واسم یه شماره کارت فرستاد که این پول رو بفرستم واسه اون کارت. منم روز بعدش همین کار رو انجام دادم و قضیه تموم شد و رفت. در واقع سکه رو نفروختم بهش. 2 روز بعد وقتی که رفتم بانک از کارتم پول بگیرم، دیدم که دستگاه داره بهم میگه این امکان وجود نداره که من از کارتم پول بردارم. حساب من بلوکه شده بود.
وقتی که پیگیری کردم فهمیدم که اون آدمی که اومده از من سکه بخره رفته بود یه نفر رو خف کرده بود، کارتش رو گرفته بود و با کارت اون پول ریخته بود به حساب من. و البته چون نمیدونست توی کارت چقدر پوله، میخواست 300 تومن بریزه. وقتی که 300 تومن اول رو ریخته بود دیگه نتونسته بود 300 تومن دوم رو بریزه، چون موجودی کارتش تموم شده بود. و منم چون پول رو ریخته بودم به یه کارت دیگه، شده بودم واسطه پولشویی. در واقع وقتی که اون طرف رفته بود شکایت کرده بود، دادگاه فقط منو میشناخت و میگفت که از کارت اون طرف پول اومده تو حساب من و من فرستادم واسه یه نفر دیگه و انگار من اون آدمی بودم که رفتم خفت کردم. تا الان که دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم هنوز حساب من توی ایران بلاک هست، فقط به خاطر 300,000 تومان. البته مثل این که اون طرف کارتای زیادی داشته و نزدیک به 50 میلیون تومان از حساباش برداشت شده و من فقط مسئول 300,000 تومان از اون برداشته بودم. از اونجایی هم که کارهای این شکلی توی ایران خیلی کند پیش میره، بعد از سالها همچنان اون موضوع حل نشده. اینم بگم که اون موقع 50 میلیون تومان یه چیزی شاید معادل $3,000 بود، چون فکر میکنم دلار اون موقع حدود 17-18,000 تومان بود. یه بار دیگه که این اتفاق مشابه برام افتاد این بود که یه نفر اومده بود یه ربسکه بخره و این بنده خدا هم پول رو کامل پرداخت کرد و برای منم یه SMS از بانک اومد و خب همه چی به خوبی و خوشی حل شد. اما یه 10 دقیقه بعد که رفتم حسابمو چک کردم دیدم پولی توی حسابم نیومده. یه لحظه شک کردم، بعد گفتم نه بابا شاید طول میکشه که حسابم آپدیت شه و یه 5 دقیقه توی دلم آشوب بود. بعد گفتم بذار زنگ بزنم بهش بگم آقا این پول نیومده، حداقل بذار ببینم چی میگه. بهش که زنگ زدم گوشیش خاموش بود. یه لحظه دوزاریم افتاد که این پول منو خورد و رفت. جالب اینجا بود که اون لحظه‌ای که داشت پول انتقال میداد به کارت من یه خاطره برای من تعریف میکرد. میگفت که دایی من رفته سوئد، اونجا میگه که توی جاده یه سری سوپرمارکت هست که هیچ کس توشون نیست و مردم وقتی خرید میکنن خودشون پولشون رو میندازن توی سبد و میرن و هیچ کس نیست بهشون بگه پول بده بابت خریدی که کردی اونجا. و مردم اونجا اینقدر به هم اعتماد دارن که اصلا نیاز نیست که کسی توی مغازه باشه. اما متاسفانه توی ایران خیلی اوضاع بده و دزدی خیلی زیاد شده. اون زمان که داشت اینا رو واسه من تعریف میکرد منم سر تکون میدادم و میگفتم آره متاسفانه دزدی خیلی زیاد شده، آدما خیلی سرم کلاه میذارن. اما اون لحظه حتی 1% توی دلم شک نمیکردم که شاید همین آدم داره سر منو کلاه میذاره. و وقتی یادم میاد اون صحنه که داشت این داستان رو واسه من تعریف میکرد خیلی بیشتر میسوزم. چیزی که شنیدید سومین قسمت از پادکست سرزمین بود. خیلی خوشحال میشم که از این پادکست حمایت کنین و مهمترین حمایت معرفی این پادکست به دوستانتون هست. امیدوارم که شما رو توی قسمت 4 پادکست سرزمین هم داشته باشم و تا اون موقع شما رو به خدا میسپارم.